امروز قراره یکی از آسون ترین خمیر پیتزامو بهت یاد بدم که مطمئنم از این بعد پای ثابت آشپزی یاد میشه. خوبی این خمیر اینه که خیلی راحت میتونه روی گاز، توی فر و حتی روی زغال وقتی که میریم پیکنیک توی جنگل میخوایم یه پیتزای داغ و تازه بخوریم، حتی روی زغال تهیهش کنیم. طرز تهیه کامل و مواد اولیه رو براتون داخل کپشن نوشتم. من اینجا پیتزا پپرونی درست کردم. شما میتونید به سلیقه خودتون و هر مواد اولیه‌ای که داخل خونتون دارین مثل مرغ، گوشت و یا سس و کالباس استفاده کنید. این دستور بهتون 2 تا پیتزا میده. اگه قراره مثل من روی گاز و تو مایتا بپزی، سطح مایتا رو یه مقدار چرب کن، خمیر رو با دست کامل پهن کن و چنگال بزن. چنگال زدن باعث میشه که خمیرتون کامل بپزه و روی خمیر رو کامل سس کچاپ زدم و یه مقدار پنیر و بعد از اون پپرونیا رو گذاشتم و بعد هم قارچ. پنیر رو در آخر فراوون میریزیم و سلیقه خودمون میتونیم از فلفل دلمه‌ای اگه دوست داشتیم استفاده کنیم که من اینجا استفاده